هر کجای افغانستان که هستم ما را چینل بله یک جهان تشکر و سپاس. سخی جان چی شد استاد حسین؟ مرا یک دانه سیگرت بتمی. نداشتم آقا صاحب. درست. استاد حسین چی شد؟ گم شد پدر ملت کجام جای رفت حالا میایه. درست است. ایده میایتم قیتک شده اما تیلایک کده رفته. چی کنیم که صبراز زیاد شده. راست میگه. کارا در کجا رسید؟ کجای تا دست زد؟ کل جای ما را. اینه ایزی تا جور کده. کنترل میشه برو در قصی گپا نباش خدا کریم است. والا چطور کنیم دیگه سخی جان است. خب نگان چیزای خوب پرسان کو سخی جان. عین از قدر راه دور برات زنگ زده میخوای که امروز گپای خوب بزنه. گفتن نمیتونه نه. خب تو سوال کو؟ نه نمیشم. تو ما توی را فعلا تو بگی تو. چرا سخی؟ تو بگی تو بیجا؟ تو بگی تو بیجا؟ سخی تو بیجا؟ تو بگی تو چی بالا دیوانه را گیر آمده. تو بگی تو. یک دقیقه گفتم میمان فراموش کردی. میمان زنگ زده برات. صدای ما داری؟ میگه صدای ما داری؟ ببینیم که ما چند دانه زده میتونی. یک حساب میکنیم برو. یکی نه ای رقم نمیشه پایای تا دراز کو. خود دراز کنم. خودت اینجا بگی دستای تا این قسمت تو بس اینا برابر شانت بگی کلیت پیشتر بیار. اینا پایای تا راست کو. پایای ما راست کنم. این نمت یکی ای دو ای سه ای چهار ای پنج ای شش زانوهای تا زمین چسباندی مخه زانوهای تا بالا کو. ای هفت تا جان کلاگی میزنه ای نو. رفتی سخی؟ پرسان کو درباره اوضاع زندگیشون پرسان کو. حالا بگی. نه با تو زنگ زده میخوام امروز تو گپ بزنم. خب جنگ انداختی ما را. نه جنگ ننداختیم استغفر الله. ما بر شما زنگ زدیم میخوایم ما شما گپ بزنیم. ازبک چطور هستی؟ کار خوب نمیکنن دیگه. کار خوب نمیکنن. بیا سخی جان پیش برو. سخی جان تو خوب هستی؟ من خوب هستم. میگه قیمتش بای بازی بکن. 12,500. اما 4,000 میتیمت. 4,000 برای شیرخورم نمیته. چند بیتیمت؟ خیر 12 بده. 12 نه هم 15 میتیمت. نه تو قیمت بالا بردی. قیمت پایین بیار. پایین بیار. اگه زیاد بیت فایدهش زیاده. خب درست. نه بگو قیمت واجبی بگو برای ما. واجبی. بیا ایجا. تو 15,000 قیمتش زیاد گفتی. کم کو کم. واجبی نداره کلش یک کلاست یک پاچه است. نه خواهی نه تو با فایده از یا کار میگی با فایده ما کار بکنی. حال خونه میشه. 12,500 گفته بگو پایین بیای آخرش چند میتی؟ آخرش 18,000. 18,000 باز بالا رفتی. پایین بیا پایین. پایین دیگه امکان نداره. یار تو از دان ازی گپ میزنی؟ نه مزدان از این گپ نمیزنم. از دان کی گپ میزنی؟ از دان هیچ کس. سخی جان اینمی در عکس اول کی است؟ مدال که گرفته. اونو. کی است؟ اینمی عکس اول. سخی جان اونو. این خورزاده من. چی نام داره؟ یا قاین پاک نام داره. آقای نکپا را میشناسه. آقای نکپا کی است؟ در کدام ورزش قهرمان است؟ در ورزش خسته خوری. در ورزش خسته خوری نه، در ورزش تکواندو. چی؟ خوشم آمد. خب عکس اول شناختی. عکس دوم کی است؟ ای آقای محترم ما آقا صاحب
نجمودین. نجمودین؟ بله آه. ای در کدام تیم بازی میکنه؟ این در تیم بزکشان خیلی اول هستم. در تیم بزکشی؟ بله آه. ای کی است؟ آقای راشد خان است. راشد خان. راشد خان راشد درست. خان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان. درست. شناختیش؟ بسیار خوب حرف میزنی. عکس سوم کی است؟ اون سرخپوش. امی آقای ما آقای دوگندلو پلیچ است. دوگندلو پلیچ. از اون قوارش که دیدی یکم استایلش خارجی ها واری بود، فکر کردی که خارجی برش ماند. همون رقم نام خارجی سرش ماندی؟ پستر ببان گپ نزن. سخی جان خوش کتی میزه گیره میگیری طرف تیمت. این میسی دیگه اونا درسه که تو خوش کن. نه بان رونالدو دیگه اینی بچه بر طرفت ما خوش کنم. بله اینا بنزیما چی شد؟ استاد خیر درجان. بله ما زنده باشین. اینا ما تلفن برشان میتیم و برایشان گپ بزنین. گپ بزن ولی بله سلام سخی جان. علیکم سلام. پاور لیفتینگم. این ایره بگیرین. اینی تو خب؟ آها بگی پرتو. اما تو بگیرمش. اینی رقم؟ این رقم. اینی رقم این بیا. رقم بگیرش که سرش. خب خوب محکم پرتو خب؟ خب محکم بزن. اینی میراده سعی کن. این خوب محکم بزن. برو اما تو بیایم این برو صحیح چی شد. میکنی سخی جان؟ اونو خودش میرقصه میگه سیار برقص شادر گلزار برقص برقص ایار برقص. اینا تورا چی شد؟ خوب شارت زدم. خب در کجا رفت؟ دا گل رفت. در گل؟ این فوتبال نیست، سنوکر است. سنوکر است. نخواد. با خدا. خب صحیح است. بیا. سلام عزیزم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ شکر فضل خدا. شکر آرام باشین. میخواستم راجع به یک چیز امرویتان حرف بزنم. راجع به بالینگ. راجع به بالینگ یا بیلورد یا هر چی که باشه. بیلیارد مثلا هر چی که باشه. قیمتایشه. من اینی گفتم مرا یک دان نسوار بتید. دیگه اینا بعد نمی پنده که پناهتان به خدا. برو بخیر برین. پیسه ما را خیبت باز برو. من سفید هستم نداشتم باز خدا بتید. پیسه ما را بده سخی جون. پیسه ما را بده با پندکی تو میری هر سو میری برو پناهت به خدا. کدام طرف برم؟ طرف دالمان میری، طرف ریشخور میری، هر سو میری پیسه ما را بکن. حالا من مغز سر از کجا برات پیدا کنم اون نفر چی میگه میرک. سخی جان پیسه ما را میتی یا نه پیسه حساب دفتر یا کلش میتی نمیتی؟ نه گمش کو خوب نیست. چرا پیسه رو نمیتی؟ خب اما قرض گرفتن خوب است. نه قرض گرفتن خوب است. ما سوغات دارم تو چی سعی کن میگی؟ سخی جان. یک شارت مکسیکنی بکن. ای چی بود؟ این شارت گلزمان بود. بخه یک شارت یگان کسی دیگر هم بکن. درست. خواه امروز من میمانتان هستم. میتونین که هر سوالی از ما داشته باشین بپرسین یک سوال. یعنی چی سوال؟ هر سوالی که دلتان باشه، چون شما گرداننده برنامه هستین. یعنی چطور؟ هر رقم که دلت باشه. با چی رقم؟ به هر رقم. چند پیره؟ 100 پیره. درست. اینه دیگه. گفتم برو دیگه پناهت به خدا. نه خلاص دیگه ما را برنامه تا ختم کردیم. ما را پناه ما به خدا. خب میره من بیاجم میرم. آفرین. شاباس قدمی رفتنت. شاباس نه آف شد. رفت.
کجا رفت؟ را کجا رفت؟ را کجا رفت؟ تو نفهمیدی گو دیوانه تو پشو برو خیلی تو انجام بده. تو پشو تو یک توپ دیگه را بزنم رای سخی جان. نه 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 اوه اوه اوها اوها سخی جان ما خوب هستم دیگه. شاید همکارا برتان گفته باشه که ما کجا زندگی میکنم. ما در افغانستان نیستم، بیرون از افغانستان هستم دیگه. فضل خدا خوب هستیم دیگه. شما چی حال دارین؟ مادر جانتان خوب هست؟ ما همشون میبینم دیگه. از نزدیک ندیدیم، شما هم دیگه ما از نزدیک ندیدین. یا بازم براتون میگم با امید روزهایی هستیم که انشالله افغانستان آرامی شه و ما بیایم افغانستان و شما را مادر جانتان دیدن بکنم دیگه. با می حساب ما هم زنگ زدم که القمند سرسخت شما هستم دیگه. خیلی خوشحال هستم که امروز که شما گپ میزنم. موضوع تانا نفهمیدم چه قسمی گفتی؟ مگه در جرمنی چی گپ هست؟ سخی جان صحیح بیشی؟ موضوع تانا نفهمیدم چه قسمی گفتی؟ چی میکنی؟ خواهم تو چی میکنی؟ ای چیز چشم ما میکشی، چشم خودم مفروشی، پیسه خودم میتی. این خورای خدا نیست. نه او کارا نمیکنه. خیلی چی میکنی؟ ای چم تو نه بچهش گفتم پیسه هم نمیتی، زمانت هم نمیتی، قوله خانه تا نبتی. نه نیست ندارم. یک کم ذره رحم کنین. رحم ندارم من. یک کم ذره ندارم رحم. یک خوشه یک خوش هم ندارم. یک در روز پیسه گرفتن تو قایم میگیری پیسه و حال خدا دادنش باز میگی رحم کن. من نمیفهم که تو چی میگی تو چی نمیگی. نه برار تو کلمه یک دفعه زارگی گپ میزنی، یک دفعه پشتو پیسه مرا بده یعنی مکشمت. نه به خاطر یک چیز چی نمیکنم، آزارت نمیتونم. میگم برو خوب نیست. این طرف بشی سخی جان، این طرف بشی کم. به خاطر یک چیز احترامت میکنم. میگم برو دقیقی گپا نباش. دنیا 2 روز است یا 5 روز است 6 روز است تیر میشه. خب بازم گفتم من یک تشناب میرفتم باز گفت نه تو نرو. دورش بابا در دامنش فیتادار زده کالای قطار. سنم بی گشتم و سوزان و بی گریان و بی سوزان و بی رنجان و بخندان و سنم جان سنم شب میمان سنم میرم ازار در بوتش بوت بلغار. زده کالای قطار دور گردن فیتادار دانه یاستین تکمدار دخترک میرم ازار بوتش بوت بلغار. زده کالای قطار به دور گردن فیتادار